6 چیزی که با والدین حرام است. یکم، مقایسه کردن فرزند با کودک دیگر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از الله بترسید و نسبت به فرزندانتان عادل باشید. صحیح البخاری. دوم، گفتن که او هنوز خرد است برای نماز و روزه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت به فرزندانتان نماز را فرمایید وقتی که آنها به 7 سالگی میرسند. ابو داود. سوم، نااحترامی نسبت فرزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت از ما نیست آن کسی که به خردسالان رحم نمی کند. صحیح البخاری. چهارم، زدن او را با چیزی. پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه کودکان، زنان و غلامان را نزدند. صحیح مسلم. پنجم، جدا کردن فرزند به خوب و بد. یعنی در اسلام مهم است که والدین با فرزندانشان عادلانه مناسبت کنند و آنها را تحقیر نکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه